من سلام. سلام. سلام، من زهرا هستم و پزشکم. آره دیگه، سوالاتو میخوای شروع کن؟ سوالم خب آخه یه سری سوالا هست از همه میپرسم، یعنی اونا واسه همه است، فرق نمیکنه. از کی اومدی دبی؟ من 8 یا 9 سالم بود اومدم دبی. لی. نمیدونم، حساب نکردم. الان 27 سالمه، تو حساب کن. تقریبا 20 سال میشه دیگه. 18 تا 20 سال. آره. 18 تا 20. خب بعد مرز ایرانی هم رفتی دیگه 100%. آره، وقتی اومدم مدرسه ایرانی رفتم، چون اوایلش اصلا انگلیسی خب خوب نبود و اینا. کلاسای زبان میرفتم تو ایران، ولی خب انگلیسی موقع خوب نبود که بخوام مستقیم برم مدرسه انگلیسی. بعد آره چند سال مدرسه ایرانی بودم. مدرسه ایرانی بین الملل بود، یعنی هم فارسی داشتیم هم سابجکت های انگلیسی داشتیم. بعد دیگه واسه گرید 9 تا 13 دیگه رفتم مدرسه بریتیش. 9 تا 13. آره. اوکی. مدرسه بریتیش سیستماشون هم فرق میکنه، یه سال کمتر دارن، درسته؟ نه کمتر نیست، همون سال 13 مدرسه بریتیش میشه در واقع سال 12 مدرسه. یه سال بیشتر دارن چون 12 تا دیگه. بکنم زودتر میرن گرید 1 اونایی که مدرسه بریتیشن. البته دانشگاهش چرا صدا داد؟ صدا عوض نشده همین. اینجوری نیست. آره صدا اینجوری نیست. من صدام همین شکلیه. تا اون موقع هم که چالشی نداشتی، فکر کنم زبان بود دیگه، یعنی خب زبان بود و خب به نظرم از هر کشوری مثلا جدید که میای اوایلش سخته دیگه، بخوای به اون فرهنگ عادت کنی. بعد خب اون حس غربت هست. ما هم خیلی به فامیل و اینا وابسته بودم، واسه همین خب سخت بود، دلم تنگ میشد برای مام بزرگم، برای همه دلم تنگ میشد. اوایلش بیشتر دلتنگی و اینا سخت بود و خب زبان. اوکی. خب اینا که کلی طول میکشه بریم دیگه سر اصل مطلب دیگه، اصلا پوینتی که اینجایی. خب واسه پزشکی رفت انگلیس. خب میخوای یه توضیح بده چند سال طول کشید، چقدر اونجا بودی؟ من دلیل اینکه اصلا کلا رفتم پزشکی انگلیس این بود که اون موقع ها میگفتن، الان نمیدونم ولی اون موقع میگفتن که پزشکی که توی دبی میخونی قبول نداره ایران اونجا رو، یعنی اگه یه روز بخوای برگردی ایران. آره همیشه تو ذهنمون همون اوایل که اومده بودیم این بود که مثلا برگردیم ایران. بعد میگفتن که پزشکی دبی اگه بخوای برگردی ایران خیلی سخته، بعد کلی دوره‌های دیگه بگذرونی، چند سال طول میکشه تا اون تطبیق انجام بدن. واسه همین من خب به آمریکا و انگلیس فکر کردم. آمریکا اگه میخواستم پزشکی بخونم باید اول 4 سال یه لیسانس میگرفتم، بعد واسه پزشکی اقدام میکردم. ولی خب انگلیس مستقیم میرفتم وارد دانشگاه پزشکی میشدم، واسه همین خب انگلیس رو انتخاب کردم. بعدا ممکنه بهش برسیم، ولی الان هم قبول ندارم یا نه؟ الانم همچنان سخته، یعنی سخته که بخوای از اینجا پزشکی بخونی به ایران. چیزی که میدونم بعد یه سری امتحان بدی، امتحان جامع فکر کنم، و یه سری دوره ها رو دوباره بگذرون توی ایران. امتحانم باید بدی دیگه. آره 100%. آره همون امتحان جامع. هیچ دانشگاهی و واسه پزشکی دندون پزشکی میدونم کنم دانشگاه شارژه باشه. داروسازی دندون پزشکی فرقی نداره. نه آره تا اونجایی که من میدونم ایران یکم سخته. حالا نمیدونم دقیقاً قوانینش چجوریه ولی میگفتن که سخته، یعنی بهتره که. ولی خب پلن که اینجوری پیش رفت که اصلا برنامه واسه برگشت به ایران دیگه نبود، یعنی الان نیست. ولی خب اون موقع تو ذهنم بود که اگه بخوام یک روزی برگردم دوست دارم مدرکی رو بگیرم که ایران قبولش داره. بعد یکم راجع به انگلیس صحبت کن. حالا اون چالشایی که اونجا داشت، فکر میکنم 6 سال پزشکی. 5 سال یا 6 ساله. آره تو آمریکا 6 ساله، تو انگلیس 5 سال، درست؟ نه همون 5 سال دیگه. آمریکا یه امتحان دیگه هم داشت که اونو بعد میدادی. آمریکا یه لیسانس دیگه کلا بعد بگیری 4 سال، یعنی اضافه است در واقع. اوه خب اوکی. پس میشه یعنی تقریبا 10 سال. آره یعنی شما تو آمریکا پزشک عمومی بشه توی آمریکا تقریبا 10 سال طول میکشه، 9 سال 10 سال طول میکشه، ولی خب توی انگلیس هم 5 سال 6 سال. خب یکم راجع به هم انگلیس پزشکیش سختیاش. خب خیلی سخت.
من خب چون توی دبی بزرگ شده بودم و به یه سری چیزا توی دبی، مثلا امنیت دبی، به یه سری چیزا عادت کرده بودم. خیلی سخت بود اون اوایلش که بخوام، خب انگلیس خیلی فرق میکنه با دبی، اصلا سیستم زندگی فرق میکنه. امنیت همون که کلیدو میذاری رو ماشین آره بعد دقیقاً. میری کسی دست نداره. نه واقعا آخه من مثلا به عنوان نه یک آخه ویدیوهاش پر دختر، شده. آره دیدم اونو. همه به عنوان یک دختر یکی از چیزایی که واقعا من راجع به دبی دوست دارم اینه که به عنوان یک دختر من هیچ وقت احساس ناامنی نکردم. ولی یکی از چیزایی که خب توی انگلیس بود، امنیت دبی رو نداشت و این یکی از اون اولش یکم باید انگار میترسیدم، مثلا تو خیابون شب که میشد تنهایی راه نمیرفتم، همیشه خواستم حواسم باشه یکی با هم باشه. اینا شکم سخت بود و خب سبک زندگی خیلی فرق میکنه. منم از دبی پا شدم رفتم لندن، نبودم، یه شهر کوچیک بودم توی انگلیس، پرستون، که خب خیلی فرق میکنه. یه شهر خیلی کوچیکه، یه مال خیلی کوچولو داره، همه جا رو مثلا پیاده میرن، همه مالم داره. مال خیلی کوچیک داشت. و اینکه یهو از یه شهر خیلی بزرگ رفتم یه شهر کوچیک، آب و هوای خیلی متفاوت، همش سرد بود، بارونی، ابری، دلم میگیره. آره خب خیلی سخت بود اولش، ولی من خودم کلا آدمیم که سعی میکنم هر جوری شده وفق بدم خودم به شرایط، ولی همون وفق دادنش خیلی سخت میشه. خب ولی راجع به پزشکیش نگفتی. پزشکیش فرقش با دبی، خب یکی از چیزایی که میگم اونجا خب دانشگاه تا دانشگاه فرق میکنه. یکی از چیزایی که هست، دانشگاه من یوکلن میگفتن first patient contact از سال 1 داری، یعنی من از سال 1 مریض میدیدم، میرفتم توی بیمارستان، مریضا رو میآوردن توی مثلا دانشگاه و از سال 1 به ما یاد میدادن که چجوری با مریض اصلا حرف بزنی، چجوری هیستوری بگیری. هیستوری میشه شرح حال فکر کنم، شانتاژ. من نمیخوام بگم. خب و شرح حالم نمیشه. میشه شرح حال. حال؟ آره به توی فارسی میشه شرح حال بیمار. و خب از سال 1 اونو داشت و میدونم مثلا توی دانشگاه‌های دبی از سال 3 شاید اینو دارن میرن مریض میبینن، میرن بیمارستان. سال 1 و 2 فقط همون آناتومی اون درس‌ها رو فقط و کلا احساس میکنم پزشکی خب یه چیزی که شما هر جای دنیا برید یه چیزه، ولی خب مدل تدریس کردن ها و اینا خب فرق میکنه. اوکی. تفاوتش هم که تقریبا توضیح دادی، حالا انگلیس و اینجا رو. بعد کجا رو بیشتر دوست داری؟ مسلما دبی. واسه زندگی نه. واسه همه چی کار. دبی. دبی. دبی آره. فقط هم یه دبی یا خورده ابوظبی؟ اینا بگو، یعنی مثلا خب که من کلا بدونن بقیه، امارات، مثلا این ولی برنامه واسه خب همینه که بدونن آره. مثلا حالا کسی که میخواد حالا پزشکی خونده، میخواد بخونه هر چیزی، اینجا درسشو خوند، حالا به اونجا رو هم توضیح دادیم، درسشو خوند، حالا اون پارت بعدی رو نمیگم که بعد بره لایسنس و اینا رو هم بگیره، خودت توضیح بده. بعد از اون چی میشه بازار کارش، اینا رو میگم استپ بای استپ میخوایم بریم جلو، یعنی پله پله. بعد من کم دیگه بگیرم. آره که بدونن مثلا چه جوریه کسی بخواد این کار رو انجام بده چیا جلوشه. خب بستگی داره که از چه استیجی بخوام بیان. اگه بخوان مستقیم بیان فقط برن دانشگاه پزشکی، اول یه سوال پرسیدی گفتی فرق بین دبی و جاهای مثلا دبی، عجمان، شارجه، کل امارات فرقش چیه؟ دانشگاه پزشکی من ابوظبی رو زیاد اطلاع ندارم، ولی خب دانشگاه پزشکی توی شارجه هست که خیلی دانشگاه خوبیه. دانشگاه عجمان، توی عجمان هم فکر کنم 2 تا هست، گلف و دانشگاه عجمان نیست اصلا قبول نداره هیچ جا. شارجه رو دارم میگم. عجمانم دنتیستریش مثلا اوکیه، بهشون هم قبول نداره، راحت تر قبولیش، یعنی توی دنتیستری بخواید قبول شی توی دندون پزشکی یکم راحت تره تا مثلا دانشگاه شارجه. توی دبی دانشگاه MBRU هست، محمد بن راشد یونیورسیتی، که خیلی دانشگاه خوبیه، نسبتا هم دانشگاه جدیدیه. و یک دانشگاه پزشکی دیگه هم هست فکر کنم فقط واسه دختراست، دانشگاه پزشکی دخترون است توی دبی. دخترونه؟ توی دبی؟
حواسم هست دارم میکنم. خب بخوان واردش بشن که خب مسلما ربط به این داره که چه سیستمی رو خونده باشن. اگه بخوان از ایران بیان که خب باید ترجمه کنن اون مدارکشون رو و یک سری نمرات باید داشته باشن، حتما باید آیلتسشون رو بگیرن و خب اونجوری میتونن اپلای کنن. خیلی جاها باید پرسونال استیتمنت بنویسن که خب یه مثل نامه است، ولی خب نامه نیست، مثلا راجع به خودشون که چرا میخوان پزشکی یادن و پزشکی بخونن اینا رو باید توضیح بدن. و خب حالا اگه توی دبی درس خونده باشن که بازم سیستما فرق میکنه. حالا من راجع به سیستم بریتیش و آمریکایی بیشتر میدونم، مثلا سیستمای مدرسه هندی و فلان اینا رو خیلی نمیدونم، ولی سیستم بریتیش GCSE و A level انجام میدن. اکثر دانشگاه واسه پزشکی AAA میخوان توی نمره A level. یعنی چند که بدونن یعنی AAA triple A میشه دیگه در یعنی شما توی A level 4 تا رشته انتخاب میکنی یا که خب A level یه چیز 2 ساله است و توی سال 4 میتونی یا 3 تاشو ادامه بدی یا همون 4 تا رو ادامه بدی. واسه پزشکی خب درسای شیمی، زیست، ریاضی و حالا یک درس مثلا من بیزینس خوندم، درسی که خودشون میخوان میتونن انجام بدن و توی ریاضی و ریاضی، شیمی و بیولوژی ازشون یا همون زیست ازشون نمرات A رو میخوان و این نمرات A خوب فرق میکنه هر سال. مثلا یک سال شاید شما مثلا 70 تا 90 بگیرید بشه A، سال بعد نسبت به بقیه که چجوری امتحانو دادن شاید مثلا 80 به بالا بشه A. میدونی؟ نه متوجه نمیشم. حالا من متوجه نمیشم. آره A باشه یا AAB بستگی به دانشگاه داره. واقعا متوجه نمیشم. AAA یعنی تو 3 تا از سابجکت ها. آها خب اوکی. یه جوریه که انگار مثلا واسه پزشکی تریپل ایه، مثلا AAA میشه به قول معروف مثلا 95 به بالا، AAB میشه مثلا من فکر کردم خب اوکی یکم گیج کننده بود. قایبی هم دیگه سیستم خودشون داره. من A level خوندم. خب پس اونجا خوندی بعد یعنی درست که تمام شد دوباره برگشتین اینجا؟ آره. برای کار کلا دیگه آره. این تیکش هم یه توضیح بده واسه لایسنسش، حالا به اصطلاح هر چیزی که میگن. قبل از اینکه واسه لایسنسش توضیح بدم میخوام بگم که چی شد که اصلا من برگشتم دبی. خب من موقعی که داشتم پزشکی میخوندم توی اون 5-6 سال یه سری چیزا رو راجع به سیستم بهداشت و درمان انگلیس رو اصلا دوست نداشتم. خیلی زیادی به پزشکاشون فشار میارن و من خب از سال 3 دیگه بیشتر روزامو توی بیمارستان بودم و توی GP کلینیک ها بودم تا مثلا توی لکچر درس خوندن. اکثر هفته رو توی بیمارستان و اینا بودیم. خیلی وقتا مثلا شما دو تا بیمارستان بهتون روتیشنتون رو میدن و یکی از بیمارستان واسه من مثلا 2 ساعت راه بود تا من برسم به اونجا و شما خب باید قبول کنید دیگه اون کارتونه. و خود بیمارستان وقتی که هستین حالا به خاطر حالا نمیدونم انگلیسی ها کلا این شکلیه یا سیستمشون این شکلیه، خیلی دیمندینگن نسبت به پزشکا، یعنی خیلی درخواستای زیادی دارن، انتظارات خیلی بالایی دارن نسبت به پزشکا، شیفتای خیلی دراز مدت. مردمو میگی یا بیمارستان؟ خود سیستم بیمارستان این شکلی هستن. پزشکی انگلیس یعنی مثلا شما رو ساعت‌های 12 ساعت 14 ساعت شیفت بهتون میدن و اینکه خیلی وقتا به عنوان یک پزشکی که تازه فارغ التحصیل شده یهو شما رو توی وارد توی اونجا که مریضا هستن مثلا با 20 تا مریض تنهاتون میذارن و خب همیشه یه سوپروایزری هست که شما میتونید بهش اطلاع بدید، ولی خیلی وقتا شمایید و مریض و کل مسئولیت مریضا اونجا فقط با شماست و خب واسه شخص من اون فشار خیلی زیادی بود واسه اون اولش که من تازه فارغ التحصیل شدم وارد همچین جوی بشم. اون قسمت دیمندینگش که گفتم که یعنی درخواستای زیادی میکنن از پزشکا نسبت به بیمارا بود. بیمارا خیلی من اینو قبول ندارم، حالا بعدا نمیپرم.